کوها رو بگیر، در هر نفسی شکری واجبه، بله، ولی وقتی هوایی نداریم برای نفس کشیدن، این نفسی که فرو منت خدای را عز وجل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. کوها رو بگیر، جناب سعدی شیرین سخن ما، در هر نفسی شکری واجبه، بله، ولی وقتی هوایی نداریم برای نفس کشیدن. تازه من امروز اومدم نزدیکترین نقطه به کوه، اومدم نزدیکترین جایی که بتونم کوه رو ببینم، چون از دور اصلا معلوم نبود. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات هست و چون برمی آید مفرح ذات. سعدی جان، این نفسی که فرو میره بعد چون برمی آید مفرح ذات. الان ما چیکار کنیم؟ هوا نداریم، نفسمون فرو. حالا یاد یه شعر دیگه هم افتادم امروز. از کوه‌ها گرفتی بیشتر. ما الان 2 قدمی کوهیم، ما باز کوه معلوم نمیشه، از دورتر که بریم که دیگه اصلا معلوم نمیشه. یاد شعر پابلو نرودا هم افتادم که میگه هوا را از من بگیر خنده‌ات را نه. خب الان هم هوا رو نداریم هم خنده رو نداریم، ولی من دارم میخندم، درسته؟ من دارم میخندم چون خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. چه جمله کلیشه‌ای گفتم. بگذاریم، بیا عزیزم، بیا، قهوه‌ت سرد شد. تو این هوای آلوده ما اومدیم قهوه بخوریم نزدیک کوه، ولی خب همچنان سعی میکنیم قوی باشیم، سعی میکنیم زندگی کنیم. بگم چی؟ بگم دعا کنیم؟ بگم چی؟ بگم ایشالله درست میشه، ماشالله، ایشالله با ایشالله ماشالله. کار کن،